خب چند دقیقه پیش براتون توضیح دادم یکی راجع به اندازه این سالن تقریبا نصف یه زمین فوتباله. طول این میز حدود 40 متر دو طرف است و ما فکر کنم بیشترین نون رو از این نونوایی خریدیم. نخریدیم، مجانی بود البته. بالای 10 تا نون خیلی خوردیم. برای بالای 10 تا نون ببینید بخشش اینجاست و میبینید تو ایربگ ایشون کاملا میتونید فاجعه رو دنبال کنید. آقای همتی همچنان شیک غذا میکنن و شیک میشینن و شیک حرف میزنن و عرضم به حضور شما واقعا یه تجربه بسیار مثبت قشنگی بود که انشالله ما اینو به عنوان تبلیغاتی برای این هتل استفاده میکنیم. بعد از اینم قراره بریم وایت واتر رافتینگ که اونم بهش اضافه میکنیم به عنوان فعالیت هایی که تو این شهره. انشالله بهتون قول میدم یه دونه شرت قشنگترم بخرم که اینقدر آگلی تو فیلم ها نیفتم. با امید دیدار.